حکمت از بزرگان. ای فرزندم، قرآن را همان گونه بخوان که گویا برای تو نازل شده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد اقبال لاهوری رحمت خداوند بر او میگویند: از همه سخن تأثیر بخش در حیات من آنی بود که از پدرم شنیدم. ای فرزندم، قرآن را همان گونه بخوان که گویا برای تو نازل شده است. بله دوستی عزیزم، اگر در وقت خواندن قرآن ما چنین تصور داشته باشیم، هر آن آیتی که میخوانیم: و اقیموا الصلاة، نمازهایتان را برپا دارید، و آتوا الزکاة، زکاتهایتان را بدهید، حرمت پدر و مادر را بجای آورید، حق دیگران را بجای آورید. اگر ما تصور کنیم که این آیت، این امرها برای ما هست و آن آیت هایی که انجام دادن گناه را منع میکنند، به مثل دروغگویی و قماربازی و بت پرستی و شراب نوشی و زنا و ریبا و دیگر آیت هایی که همه این کارهای حرام را منع کردند، اگر ما تصور کنیم که این امر، این گفته ها برای من هست، هیچ وقت ما از حدود کشیده قرآن بیرون نمی برآمدیم. از مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد پرسیدند: اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود؟ مادرمان در جواب گفتند: اخلاقشان قرآن بود، یعنی آن امرهایی که در قرآن آمده است آن را عمل میکرد و از آن چیزی که خداوند منع کرده است در قرآن از آن دست میکشیدند. پس برادر و خواهر ایمانیم، بیایید اخلاق خود را در دایره چهارچوبه قرآن تحریزی کنیم. این حیاتی که داریم، 60 و 70 80 سال زندگی میکنیم، این امانت است از جانب پروردگار. پس این امانت را چنان گذرانیم که روز قیامت پشیمان نشویم. الان اگر قرآن خوان نیستی برادر عزیزم، به خود مقصد گذار که انشاءالله خواندن قرآن را می آموزی. امروز صدها کتاب‌های مخلوق‌ها را خواندی، پس شرمت نمی آید که کتاب خالق خود که بهترین کتاب است که قرآن کریم است آن را خوانده نمی توانی. آیا بار به خود این فکر را کردی که کی تو به قرآن خوانی شروع میکنی؟ آیا بار تو فکر کرده ای که آن امرهایی که در قرآن آمده است در حیات عملی میکنی و آن منع کرده هایی که خداوند در قرآن آورده است از آنها دست کشیده ایستاده ای؟ خداوند چقدر به تو نعمت ها داد: نعمت سلامتی، نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت عقل و فهم و غیره. به قرآن خوانی شروع کن و در وقت خواندن تصور کن که این آیت برای تو نازل شده است. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.